اون چیه که دیر میاد، بی سر و صدا میاد، ولی بالاخره میاد. حالا میخوام بگم که اگر زرنگی کنیم تو این دنیا، اگر حقی رو ناحق بکنیم تو این دنیا، اگر دل کسی رو بشکونیم تو این دنیا، میخوام بگم که دنیا حساب و کتاب داره. قانون نانوشته دنیا 4 حرفه: تقاص. زندگی یه جوری در یه جایی اون درد رو، اون ناعدالتی رو به ما میچشونه. دلی که شکسته شد صدا نمیکنه ها، ولی مستقیم راهش رو پیدا میکنه و میره کجا؟ و میره به سمت خداوند. این 2 بیت رو دقت بکنید: گر بدی کردی بدان روزی جزایش میرسد، نیک و بد یا هر عمل روزی سزایش میرسد.